معرفی برنامه فتوشاپ فقط در 1 دقیقه. شاید ظاهر برنامه فتوشاپ تو نگاه اول ترسناک باشه، ولی من میخوام امروز ترس شما رو بریزم. بریم تو برنامه. دوستان وارد برنامه فتوشاپ میشیم. از بالا نوار منو رو داریم که منوهای برنامه فتوشاپ رو در خودش جا داده. زیر نوار منو نوار تنظیمات ابزار که وابسته به هر ابزار تنظیماتش تغییر میکنه. سمت چپ یک باکس یا جعبه ابزارمونه که همه ابزارهای فتوشاپ رو در خودش جا داده. در سمت راست پنل های فتوشاپ رو داریم که هر پنل یک کار مشخصی رو برای ما انجام میده. هر کدوم از این پنل ها بسته بود و پیداش نمی‌کردیم. برای مثال من الان پنل لیرز رو میبندم. کافیه بیاید از منوی ویندو دنبال اسم پنل بگردید. روی لیرز الان کلیک کنم، پنل لیر برای من برگشت. این وسط هم که میز کار ما هستش در واقع که این قسمت توسی رنگ فتوشاپ هستش. دیدی اصلا ترس نداشت. از جلسات بعد جزئیات بیشتری راجع به برنامه فتوشاپ بهتون آموزش میدم. فعلا خدا نگهدار.